آنهایی که جشن میگیرند، نه همین جشن میلاد را، شاید از نادانی شاید حتی دانسته هم جشن میگیرند، چی ضرر دارد برایشان؟ الله تعالی در سوره هود میگوید که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. شما به آنهایی که ظلم کردن میل نکنید، به طرفی آنهایی که ظالم هستند میل نکنید. اونا انیق ظالم هستند. ظالم خیلی که الله تعالی که این الشرک لظلم عظیم، از همه ظلم بزرگ این شرک است. عیسی پسر الله گفت وی ظالم است، چون که مخلوق رو به درجه الله برآورد. ظلم چی از تعریفش؟ وضع الشیء فی غیر موضعه، یا چیز رو در جای غیر خودش گذاشتن، این ظلم است. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. شما به سوی آنهایی که ظلم کردن میل نکنید. این میل یعنی ملائمی، معامله نیک، محبت، حتی یاردم. حتی من یکی از کتاب‌های حنفی، اسماعیل حقی حنفی هست، تفسیر دارد. این آدم میگوید که ظالم موش پس کردن، سرش پس کردن، طعامش پختن، لباسش شستن، اینا همین آیت به می‌دارد. لا ترکنوا الی الذین ظلموا. شما به سوی آنهایی که ظلم میکنن، خواه به مردم خواه به خداشون، میل نکنید. فتمسکم النار. به شما عذاب آتش میرسد. یعنی برای از سببی هم که شما دستگیری ظالم کردید، به شما هم گناه میرسد.